إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. همایش بخشیده به بزرگداشتی استادان مکتب نهضت اسلامی بخشیده شده است و استاد سید عبدالله نوری مؤسس و تأسیسگر این مکتب، این حرکت در همین ماه‌ها، در همین روزها، در همین ماه مارس تولد گشته است و به خاطر بزرگداشتی هم زادروز ایشان و هم یکی از پیروان این مکتب استاد محمد شریف احمدزاده نهضت اسلامی تصمیم گرفت که یک چنین همایش رو برگزار کند. البته احترام و خاطرات استادان برای هر یک عضو این نهضت، این مکتب خیلی عزیز و محترم است و بشبه برای یادآوری کردن یا بزرگداشتی خاطرات ایشان خیلی تلاش ها میکنن تا از تاریخ و خاطرات ذهنیت و خاطرات مردم تاجیک نقش و رولی که ایشان بازیدن هیچ دور نشود. باید بگویم برادران و خواهران عزیزم که هدف از برگزار کردن این همایش قبل از همه آن است که ما و شما به عنوان پیروان و مخلصان این مکتب الهی از استادان خود یاد کرده باشیم تا اون دستورالعمل هایی را که از ایشان برای ما و شما همچون میراث باقی مانده‌اند بار دیگر یادآور شویم و تا در این جاده و در این تعلیمات آنها درست روان باشیم. از طرف دیگر برای آن ما و شما جمع شدیم که اطراف اهداف این مکتب و اطراف آن نمونه هایی که ایشان برای ما و شما باقی گذاشتند صحبت ها داشته باشیم. در داخل خود همون اپوزیسیون خود همون نوسطی‌ها هم گروهی بودن که میگفتن که لازم نیست صلح کردن، ما باید غلبه کنیم، من در یاد دارم که در یک برآمدش گفتن که من حتی من گفتن که طرفداری آن هستم که یعنی که مرگ یک نفر تاجیک نمی ارزد برای مقاومت، برای جنگ دوام دادن. این من هیچ فراموش نمیکنم این چیز رو که مرگ یک نفر رو من نمیخوام. ما همه چیز رو از خداوند میبینیم. البته برای ما از دست دادن هر دو استادان خیلی تلفات سنگین بود. برای ما هم جای سوال این است که چرا این دو بزرگوار در یک وقت مبتلا یک بیماری شدن و با همون بیماری از دنیا رفتن. ولی هرچی بر سر بنده بودن که اونا باید از خدا بکنن.